خوش اقبال ترین مرد بابیل. پیش و پیش کاروان شرونده سلطان تجارتی بابیل حرکت میکرد. او لباسهای خوب را دوست می داشت و جامه فاخر را در خور پوشیده بود. او حیوانهای خوب را دوست می داشت و راحت روی اسبی عربی تیزپایش نشسته بود. در برخورد با او کسی نمی توانست گذشته های او را به راحتی حدس بزند. بیشک کسی باور نمی کرد او در درونش غرق دردی سر بود. سفر از دمشق طولانی بود و سختی های بیابان فراوان، ولی او نگران اینها نبود. قبیله های عرب درنده بودند و کاروان های ثروتمند را غارت میکردند، اما او نگران این همه نبود، زیرا عده‌ای از افراد نظامی سواری نظامیش به خوبی از او و کاروانش محافظت میکردند. او از بابت جوانی که از دمشق همراه خودش آورده بود نگران بود. او هدن گول، نبیره شریک سالهای دیرینش ارد گول که او در زندگیش احساس خرج زیادی به او میکرد بود. او میخواست کار برای این پسر انجام دهد، ولی هرچی بیشتر فکر میکرد این کار به خاطر خودی پسرک سخت‌تر به نظر میرسید. در حالی که به حلقه ها و گوشواره های پسرک نگاه میکرد با خودش میاندیشید چهره قدرتمندی پدر بزرگش را دارد، ولی فکر میکرد جواهرات مال مردان نیست. ولی پدر بزرگش وقتی پیش من می آمد و حکمش می کردم تا برای خودش کار کند و از گرسنگی سخت که پدرش در مورد ارث خانوادگیشان به وجود آورده بود رهایی یابد. همچنین لباسهای زرق و برقدار نمی پوشید. هدن گل رشته افکارش را پاره کرد. چرا اینقدر سخت کار میکنی؟ همیشه همراه کاروانت و سفرهای طولانی می روی. آیا هیچ وقتی برای لذت بردن از زندگی داری؟ شرونده لبخند زد. لذت از زندگی؟ او پاسخ داد. اگر جای من بودی برای لذت بردن از زندگی چیکار میکردی؟ اگر من به اندازه تو پول میداشتم مثل یک شاهزاده زندگی میکردم. هیچگاه میان صحرای داغ نمیرفتم. شکل که واحدی پولی بابل میباشد با سرعتی که در می آوردم خرج میکردم. گرانترین لباس ها را میپوشیدم و نایابترین جواهرات را استفاده میکردم. این زندگی مورد علاقه من است. زندگی با ارزش زیستن. هر دو مرد خندیدند. پدر بزرگت از جواهرات استفاده نمی کرد. شرونده بدون فکر گفت. بعداً کمی شوخی کنان ادامه داد. تو هیچ وقتی را برای کار از نظرت نمیگیری؟ کار برای برده ها ساخته شده است. هرچند گل پاسخ داد. شرونده لبش را گاز گرفت ولی چیزی نگفت. در سکوت براهش ادامه داد تا اینکه پیش رفت اینها را به سمت یک سراشیبی برد. اینجا با مهارت کامل دهان اسب را مهار کرد و به دره سبز در دور دست اشاره کرد. آن دره را ببین. به آن دوره ها نگاه کن. می توانی دیوارهای بابل را ببینی. آن برج معبدی بیل است. اگر چشمانت قوی باشد حتی می توانی دودی آتش جاودانه بام آن را ببینی. پس بابل آنجاست. همیشه مشتاق بودم تا ثروتمندترین شهر دنیا را ببینم. هدن گل در جواب گفت. بابل جایی که پدر بزرگم از آنجا شروع کرد. اگر او زنده بود امروز این گونه تحت فشار نمی بود. چرا آرزو میکنی روحش بیش از زمان مقرری روی زمین باقی میماند؟ تو و پدرت میتوانید تجارتی خوب او را به انجام بدهید. افسوس که ما به هنرش ارثی نبرده ایم. من و پدرم رازی جذبی تنگه های طلایی را نمیدانیم. شرونده جواب نداد ولی متفکرانه اسبش را به سمت پایین سراشیبی و به سمت دره هدایت کرد. پشت آنها کاروان در گرد و خاک مائل و قرمز در حال حرکت بود. کمی بعد به شاهراه رسیدند و راهشان را به سمت جنوب به سمت مزارع آبیاری شده کج کردند. سه پیرمرد که در حال شدکار کردن زمین بودند توجه شرونده را به خود جلب کردند. خیلی آشنا به نظر می رسیدند. چه جالب بود. یکی 40 سال از کنار مزرعه ها نمی گذرد و وقتی بعد از 40 سال از آنجا گذشت همان انسان ها را ببیند و چیزی به او می گفت که این پیرمرد همانها هستند. یکی از آنها به طرز نااستواری گواهنامه را نگه داشته بود و دو تای دیگر به زحمت و آهسته آهسته به همراه گاوها حرکت می‌کردند و به طرز ناکار آمدنی با چوب دستی خود به حیوانها می‌زدند تا به حرکت ادامه دهند. 40 سال پیش به این مردان حسودیش شده بود. حالا جایهایشان عوض شده بود. چرخی زمان عجب گشته بود. با غرور به سمت کاروانش نگاه کرد. شترها و الاغ‌های عالی و بارهای ارزشمند از دمشق، همه اینها فقط یکی از داراهایی‌اش بود. به سمت آنها اشاره کرد و گفت هنوز همان مزرعه را شدکار می‌کردند که 40 سال پیش شدکار می‌زدند. به نظر همین طور است، ولی چرا فکر می‌کنی اینها همانها هستند؟ هدن گل گفت من اینها را اینجا دیده بودم. شرونده گفت
خاطرات در ذهن او به سرعت مرور می‌شد. چرا نمی‌توانست از گذشته بگذرد و در حال زندگی کند؟ سپس مثل یک عکس تصویری خندان ارد گل به ذهنش آمد. ناگهان مرز بین او و جوانک عیب‌جو در هم ریخت. ولی چگونه می‌توانست آن جوان با آن ادعاهای اسرافانه و دستان جواهر نشان شده را کمک کند؟ او می‌توانست به سیل مشتاق کارگران بیکار کار پیشنهاد کند، ولی نمی‌توانست به فردی که کار را برای برده‌ها می‌دانست کار پیشنهاد کند. از طرفی هم خودش را به ارد گل قرضدار می‌دانست تا کاری برای نویرش انجام دهد. او و ارد گل هیچگاه کارها را نصفه و نیمه رها نمی‌کردند. این گونه انسان‌های نبودند. ناگهان فکری به ذهنش رسید. دلیل آوردن متناقض نیز پشتی آن فکر آمد. او باید خانواده و منفعت‌های خودش را هم در نظر می‌گرفت. ظالمانه بود، آزار می‌رساند، اما او انسانی تصمیم‌های سریع بود. تناقضات را کنار گذاشت و تصمیم گرفت عمل کند. آیا می‌خواهی بشنوی که چطور من و پدر بزرگت وارد شرکت‌هایی شدیم که چنین سودآور بود؟ او پرسید چرا؟ که نه، به من بگو که چگونه تنگه‌های طلا را به دست می‌آورد. این همان چیزی است که نیاز دارم بدانم، جوانک پاسخ داد. شروناد جوابش را نشینده گرفت و ادامه داد. ما با آن مردهایی که شودگار می‌کردند شروع کردیم. تقریباً همسن تو بودم. میگی دایی کشاورز به شلخته شودگار زدن اینها طعنه می‌زد. به این آدم‌های تنبل نگاه کن، اعتراض کرد و صاحب شودگار زمیندار هیچگاه تلاش نمی‌کند برای عمیق‌تر شودگار کردن. گاودارها هم هیچ تلاش نمی‌کنند تا گاو را در مسیر خط شودگار کردن زمین نگه دارند. چگونه می‌توانند با شودگار ضعیف محصول خوب انتظار باشند؟ تو گفتی که میگیدو برای تو زنجیربند شده است. حدن گل با تعجب پرسید. بله، با طبقه‌های برنجی بر گردنمان و زنجیری سنگین بر پایهایمان که ما را با آن و هم وصل کرده بودند. در پسی میگیدوی دوست که گوسفندان را می‌برد زبدا می‌ایستاد. با او در هارون آشنا شده بودم و در آخر ستون هم مردی بود که ما او را دزد دریایی صدا می‌زدیم، چون اسمش را به ما نمی‌گفت. ما او را یک دریانورد می‌پنداشتیم، زیرا به سبک اینها ماری بزرگی به هم پیچیده را روی سینه‌اش خالکوبی کرده بود. ما 4 نفر در یک ستون حرکت می‌کردیم. تو مثل یک بره در زنجیر بودی؟ حدن گل با ناباوری پرسید. پدر بزرگت به تو نگفته بود که من زمان برده بودم؟ او همیشه در مورد تو صحبت می‌کرد، ولی هیچگاه به این موضوع اشاره نکرده بود. او مردی بود که می‌توانستی به رازداریش اعتماد کنی. تو هم مردی هستی که من به تو نیز اعتماد می‌کنم. حسم درست است؟ شرونده به چشمان درست شده به او نگاه می‌کرد. حتما می‌توانی به رازداری من اعتماد کنی، ولی من حیران شدم. به من بگو چگونه یک برده شدی؟ شرونده شانه بالا انداخت. هر فرد ممکن است خودش را برده بیابد. خمارخانه و نوشیدن زیادی مشروب برایم دردسرساز شد. قربانی بی‌احتیاطی برادرم شدم. در یک نزاع او دوستش را کشت. پدرم مرا به عنوان وثیقه به بیوزن داد تا برادرم را از مجازات قانون نجات بخشد و وقتی که نتوانست پول به بیوزن بپردازد، او هم از روی عادت مرا به یک تاجری برده فروخت. عجب بی‌عدالتی و ننگین، حدن گل با اعتراض گفت. حالا بگو چگونه آزادیت را به دست آوردی؟ با آن هم میرسیم، اما نه حالا. بگذار داستانم را ادامه دهم. همین طور که میگذشتیم زمینرانها ما را مسخره میکردند. یکی ژنده لباسهایش را در آورده بود و تعظیم میکرد و میگفت به بابیل خوش آمدید مهمانان پادشاه. او روی دیوار شهر در یک ضیافت منتظری شماست. غشتی خام و شوربای پیازی. به حرف او بخیه بلند به ما میخندیدند. دوزی دریایی حسابی ارلش کرده بود و به آنها دشنام میداد. منظورشون از این که شاه روی دیوار منتظری ماست چیست؟ من از او پرسیدم مجبوری برای دیوارهای شهر غشتین حمل کنی آنقدر که پشتت خورده شود. شاید هم آنقدر بزنندت که قبل از این که پشتت خورده شود بمیری. اینها مرا نمیزنند، من میکشمشان. بعد میگیدا گفت برای من بی‌معنی است که ارباب‌ها علاقه به کتک زدن برده ها داشته باشند یا بخواهند آنها را از کاری زیاد بکشند. ارباب‌ها برده های خوب را دوست دارند و به آنها خوب برخورد میکنند. چه کسی میخواهد سخت کار کند؟ زبدا گفت آن زمینرانها افرادی عاقلی هستند، پوششان را نمیشکنند، به اندازه تواناییشان به آنها کار میدهند، نمیتوانی از زیر کار در بروی. میگیدو گفت اگر در یک روز یک گکتر شودگار بزنی، آن روزی کاری خوبه برای تو ثبت خواهد شد و هر ارباب این را میداند.
ولی اگر در یک روز نیم گکتر شدگار بزنی، این از زیر کار در رفتن محسوب می شود. من از زیر کار شانه خالی نمی کنم. من می خواهم کار کنم و دوست می دارم خوب کار کنم، زیرا کار کردن بهترین دوستی بوده که تا به حال دیدم. همه چیزهای خوبی رو که به دست آوردم کار به من هدیه داده، کشتزار، گاوها و محصولات، همه چیز. بله، و حالا این چیزها کجا هستند؟ زبدار تناور گفت به نظرم بهتر است زیرک باشیم و یک طور از زیر کار فرار کنیم. زبدار را ببینید، اگر برای کار در دیوارها گماریده شدید، او به حمل کیسه های آب یا یک کاری راحت تر می پردازد، در حالی که شما که می خواهید سخت کار کنید شانه خود را زیر باری سنگین خشتی خورده می کنید. سپس خندید. از آن خنده های احمقانه آن شب وحشت مرا فرا گرفت. نمی توانستم بخوابم. نزدیکی طناب محافظ رفتم و وقتی همه خوابیدن نظری گوداس را که اولین پاس حفاظت را بر عهده داشت و خودم جلب کردم. او یکی از آن یاغی های عرب بود. منشأ رذالت و پستی که اگر همینت را از تو می دزدید شک نمی کردی که گردنت را هم می برد. گوداس با من بگو. پنهانی با او گفتم وقتی به بابل برسیم ما را برای کار در دیوارها می گمارند. چرا می خواهی بدانی؟ با احتیاط پرسید. نمی توانم بفهمی. گفتم من جوان هستم، می خواهم زنده بمانم، نمی خواهم در مقابل دیوارها کار کنم و بمیرم. آیا میکنی دارم تا ارباب خوب پیدا کنم؟ او برگشت و آرامانه گفت چیزی به تو میگویم. تو آدم خوب، اما برای من درد سر درست نکن. بیشتری وقتا ما اول به بازاری برده ها می رویم. گوش کن. وقتی خریدارها می آیند با آنها بگو که کارگر خوبی هستی و می خواهی سخت برای اربابت کار کنی. متقاعدشان کن که تو را بخرند. اگر این کار را نکنی فردا باید غشت حمل کنی. شاید کاری سخت و طاقت فرسا. وقتی او رفت روی ریگ گرم دراز کشیدم و به ستاره ها نگاه کردم و به کار فکر کردم. چیزی که مگیدو آن را به عنوان بهترین دوست خود معرفی کرده بود بعید می دانستم. بهترین دوستی من باشد. اگر مرا از این وضعیت نجات می داد شاید می توانست بهترین دوستم باشد. وقتی مگیدو بیدار شد پنهانی اخبار خوبم را با او گفتم. هنگامی به سمت بابل می رفتیم این تنها امیدمان بود. غروب به دیوارها نزدیک شده بودیم و می توانستیم صفهای از مردان را که مثل مورچه های سیاه از مصری های نشیبی ها بالا و پایین می رفتند ببینیم. وقتی که نزدیک شدیم از دیدن هزاران نفری که در حال کار بودند متعجب شدیم. برخی هندق می کفتند، برخی خاک را در خشت‌ها مخلوط می کردند و عده زیاد خشت‌ها را در سبدهای بزرگ در آن مسیرهای نشیبی به سمت پای دیوار حمل می کردند. مباشر با آنهایی که عقیب می افتادند سخنانی دغل می گفت و با آنهایی که در یک خط حرکت نمی کردند شلاق می زد. افراد ضعیف و ناتوان و خسته دیده می شدند که پیش پا می خوردند و زیر سبدهای سنگین خشت‌ها می افتادند و دیگر نمی توانستند بلند شوند. اگر شلاق نمی توانست بلندشان کند به گوشه راه کشیده می شدند و همانجا از درد به خود می پیچیدند و به زودی به راه کشیده می شدند. این چونین همراه دیگر مردم افراد ناتوان در کنار جاده در گورها دفن می شدند. وقتی این صحنه هولناک را می دیدم به خودم لرزیدم. این سرنوشت من بود اگر در بازاری برده ها موفق نمی شدم. گداسو راست گفته بود. ما به سمت دروازه های شهر راه افتادیم و سپس وارد زندان برده ها شدیم و صبح روزی بعد و دست و پا بسته به سمت بازار رفتیم. آنجا همه ترسیده بودند و روی هم ازدحام کرده بودند و فقط شلاق‌های مباشر میتوانست آنها را جدا کند تا خریداران بتوانند برده خوب را انتخاب کنند. من و مگیدو مشتاقانه با هر کسی که اجازه حرف زدن به ما میداد صحبت میکردیم. دلال برده سربازهای را از گارد شاهنشاهی آورده بود که پایهای دزدی دریایی را بستند و وقتی او اعتراض کرد به شدت او را کتک زدند. وقتی او را بردند خیلی برایشان ناراحت شدند. مگیدو فکر میکرد که به زودی از همه جدا میشویم. وقتی هیچ خریداری نزدیکمون نبود با شوق با من حرف میزد تا متقاعدم کند که چقدر کار کردن به درد آینده من میخورد. بعضی ها از آن متنفرند، آن را دشمن خود میدانند. بهتر است که آن را مانند دوست خود بدانی و آن را دوست داشته باشی. فکرشون نکن که سخت است. اگر به این فکر کنی که چه خانه زیبایی میتوانی بسازی، دیگر سنگی چوب ها اهمیت نخواهد داشت و دیگر هم کردن آب برای درست کردن محلول ملال آور نخواهد بود. پسر به من قول بده که اگر اربابی پیدا کردی سخت برایش کار کنی. اگر هرگز از کارهایی که برایشان انجام دادی تشکر نکرد اهمیت نده.
یادت باشد که درست انجام دادن کار همیشه برای انجام دهندش پاداش در بر دارد. او را مرد بهتر میکند. او ساکت شد وقتی کشاورزی تنومند به سمت ما آمد و ما را ویرانداز کرد. مگیدو از او در مورد مزرعه و محصولاتش پرسید و به زودی او را متقاعد کرد که میتواند کارگری خوب برای او باشد. بعد از معامله زیاد با دلال، کشاورز همیان پرپوله را از زیر لباسش بیرون آورد و به زودی مگیدو و ارباب جدیدش از نظرم دور شدند. از صبح چند مرد دیگر هم فروخته شده بودند. بعد از ظهر گوداس و پنهانی به من گفت که دلال خسته شده و نمیخواد یک شب دیگر هم معطل بماند و میخواد عصر همه کسانی را که باقی مانند به مأمور خرید پادشاه بفروشد. من ناامید میشدم که ناگهان یک مرد مهربان و چاق به سمت ما آمد و پرسید که آیا یگان نانپز میان ما هست؟ من به اون نزدیک شدم و گفتم چرا نانپزی خوبه مثل تو باید به دنبال یک نانپزی درجه 2 باشد؟ بهتر نیست که مهارت‌هایت را به کسی مثل من که عاشق این کار هستم بیاموزی. جوان و قوی هستم و میخواهم که کار کنم. یک فرصت به من بده و من همه تلاشم را میکنم تا برای همیان طلا و نقره کسب کنم. او تحت تاثیر اشتیاق من قرار گرفت و شروع به معامله کردن با دلال شد. دلال از وقتی که مرا خریده بود توجهی به من نکرده بود. تحت تاثیر قدرت سخنوری من در تعریف و از توانایی‌ها، سلامتی و خلق و خویم قرار گرفت. احساس می‌کردم گاوی نر بزرگی هستم که به یک قصاب فروخته شدم. در نهایت معامله با خوشحالی من انجام شد. دنبال ارباب جدیدم می‌رفتم و حالی که فکر می‌کردم خوش اقبال‌ترین مرد بابل هستم. خانه جدیدم را خیلی دوست داشتم. نه اربابم به من یاد داد که چگونه جو را در آسیابی سنگی که در حولی بود آسیاب کنم، چگونه آتش را در آتشدان روشن کنم و چگونه آرد کنجید برای پختن تارت‌های عسلی آماده کنم. من جای خواب در یک خانه‌ای که محل نگهداری گندم‌ها بود داشتم. غلام پیرانسال خانم سواستی خوب به من غذا می‌داد و خوشحال بود که من در انجام کارهای سخت کمکش می‌کنم. این موقعیتی بود که منتظرش بودم تا ارزش خودم را با اربابم ثابت کنم و امیدوار بودم راه پیدا کنم تا آزادیم را بخرم. از ننه نعید پرسیدم که به من نشان دهد که چگونه خمیر میکنند و آن را میپزند. او هم با خوشحالی از اشتیاق من این را به من آموخت. بعداً وقتی که توانستم این کار را انجام دهم از او خواستم تا طرز تهیه تارت‌های عسلی را به من بیاموزد و به زودی کل کار نانپزی و شیرینی پزی را یاد گرفتم. اربابم خوشحال بود که بیکار شده است، ولی سواستی سرش را از روی مخالفت تکان میداد و میگفت بیکار بودن برای هیچ کس خوب نیست. احساس میکردم وقتش شده است که فکر بکنم و پول به دست بیاورم و آزادیم را بخرم. فکر کردم وقتی که شام میشد و کار نانپزی تمام میشد شاید ننه نعید موافقت میکرد که اضافه کار کنم و برایش سودی بیشتری به دست بیاورم و او هم در عوض مقداری از درآمدم را به خودم دهد. بعد این فکر به سرم زد که در طول روز تارت‌های عسلی بیشتری آماده کنم و شامگاهان آن را به دوره‌گردی به مردم گرسنه خیابان بفروشم. برنامه‌ام را این گونه به ننه توضیح دادم. اگر شام بعد از پایان نانپزی کار کنم و برای تنگه به دست بیاورم آیا عادلانه می‌دانی که قسمت از درآمدم را به من سهیم شوی تا من هم پول داشته باشم تا چیزهایی را که هر انسانی آرزو دارد برای خودش بخرد برای خودم تهیه کنم؟ عادلانه، خیلی عادلانه پاسخ داد. وقتی برنامه‌ام را در مورد دوره‌گردی و فروش تارت‌های عسلی گفتم او خوشحال شد. این کاری است که باید انجام دهیم. او پیشنهاد داد تو هر دو تا آنها را یک تنگه‌ای می‌فروشی، نصف درآمد را من برمی‌دارم برای آرد و عسل و چوب برای آتش و بقیه را نصف می‌کنیم، نصف مال تو و نصف مال من. از پیشنهاد سخاوتمندانش خیلی خوشحال شدم. 1/4 از فروشم برای خودم باقی میماند. تمام شب را کار کردم تا طبقه آماده کنم تا تارتا را درونش بچینم. ننه نعید یکی از لباسهای پوشیده‌اش را به من داد تا بهتر جلوه کنم و سواستی کمکم کرد تا آنها را به ترتیب درآورم. روزی بعد مقداری بیشتری تارتای عسلی آماده کردم. آنها خیلی خوب و بامزه می‌نمودند. وقتی به خیابان رفتم درون طبق خیلی وسوسه انگیز شده بودند. بلند تارتایم را تبلیغ می‌کردم. اول کسی رغبت نشان نمی‌داد و من ناامید می‌شدم. من ادامه دادم و دیرتر وقتی که مردم گرسنه شده بودند تارتا شروع به فروخته شدن کردند و به زودی طبقم خالی شد. ننه نعید حسابی از موفقیتم خوشحال شده بود و به خوشحالی سهمم را داد. من از داشتن پولهای خودم به حساب ذوق زده شده بودم. مگید دار راست گفته بود که یک ارباب از کاری خوبی برده‌اش
تقدیر و تشکر میکند. آن شب از هیجان موفقیتم خوابم نمی برد و سعی میکردم که حساب کنم که در 1 سال چقدر میتوانم پول در بیاورم و چند سال طول میکشد تا بتوانم آزادیم را بخرم. همین طور که هر روز به کارم ادامه میدادم، به زودی یک گروه مشتری های ثابت پیدا کردم. یکی از آنها پدر بزرگ تو ارد گل بود. او تاجر قالین بود و مشتری های زنانی خانه‌دار بودند. او هر روز الاغش را سنگین بار میزد و با برده سیاهش از این سری شهر به آن سری شهر میرفت. او 2 تا تارت برای خودش و 2 تا هم برای بردش میخرید و همیشه هنگام خوردن میسودن و او با من حرف میزد. پدر بزرگت روز به من چیزی گفت که باید آن را تا آخرین لحظه عمرم آویزه گوشم کنم. من تارت‌هایت را دوست می‌دارم پسر، ولی بیشتر روش تبلیغ و عرضه تارت‌هایت را دوست می‌دارم. این روحیه می‌تواند به سرعت تو را در مسیر موفقیت روانه سازد. هادانگولی نمی‌توانی باور کنی که این حرفای امیدوار کننده چه هدیه و انگیزه‌ای بود برای پسری که در شهری بزرگ تنها بود و با تمام وجود تلاش می‌کرد تا راه برای نجات از حقارتی که به آن گرفتار بود پیدا کند. همین طور که ماه‌ها می‌گذشت، من به افزودن پولی میانه ادامه می‌دادم. پولی همیانم ادامه می‌دادم. کم کم حسی خوبی را روی کمربندم احساس می‌کردم. کار کردنم ثابت می‌کرد که بهترین دوستی من است. درست همان طور که مگیدو گفته بود. من خوشحال بودم ولی سواستی نگران. من نگران ارباب هستم. او ساعت‌های زیادی را در قمارخانه می‌گذراند و اعتراض‌آمیز می‌گفت. یک روز از دیدن مگیدو در خیابان از خوشحالی بال درآوردم. او 3 تا الاغ را که بار سبزوار داشتند به بازار می‌برد. کارهایم را خیلی خوب انجام می‌دهم. او گفت اربابم از طرز کار کردنم راضی است و به خاطر همین سرکارگر شدم. ببین به من اعتماد می‌کند و کارهای بازار را به من می‌سپارد و همچنین برای خانواده هم پول می‌فرستم. کار کردن به من کمک می‌کند تا از دردسری که با آن دچار شدم نجات پیدا کنم. روزی کمکم می‌کند تا آزادیم را بخرم و مزرعه خودم را داشته باشم. دیر شده بود و ننید برایم نگران شده بود. وقتی رسیدم او منتظرم بود و حساب و کتاب‌ها را انجام داد و سهم‌هایمان را برداشتیم. او همچنین با من اصرار کرد که مشتری بیشتری پیدا کنم و فروشم را زیاد کنم. بیشتر بیرونی دروازه‌ها می‌رفتم تا به سرکارگرهای برده‌هایی که دیوارها را می‌ساختند تارت بفروشم. از دیدن آن صحنه‌ها متنفر بودم، ولی سرکارگرها خریداران سخاوتمندی بودند. یک روز از دیدن زبد و حیرت زده شدم. در صف ایستاده بود تا سبدش را از غیشت پر کند. لاغر و خمیده شده بود و پشتش پر از آبیله و زخم‌ها و شلاق‌های سرکارگرها بود. برایش متاسف شده بودم. یک تیکه تارت به دستش دادم و او مثل یک حیوان گرسنه آن را درون دهانش پرتافت. وقتی نگاهی حریصش را دیدم، قبل از اینکه بتواند طبقم را خالی کند از پیشش فرار کردم. یک روز ارد گل به من گفت چرا اینقدر سخت کار میکنی؟ همین سوال رو تو هم از من پرسیدی، یادت هست؟ من در مورد حرفی مگیدو که گفته بود کار کردن بهترین دوست انسان است با او گفتم که این حرف چی طور به من ثابت می شود. با افتخار همیان پولهایم را به او نشان دادم و به او توضیح دادم که چطور برای خرید آزادیم پول جمع می کنم. وقتی آزاد شدی میخواهی چی کار کنی؟ بعد میخواهم یک تاجر شوم. سپس چیزی را پنهانی به من گفت، چیزی که اصلا انتظارش نداشتم. میدونستی که من هم یک برده‌ام. با اربابم شریک شدم. بس کن، هدنگل گفتم. نمیخواهم به دروغ‌هایی که در مورد پدر بزرگم میگویی گوش کنم. او برده نبود. چشمانش از عصبانیت برق می‌زد. شرونده آرامش خود را حفظ کرد. او برای من قابل احترام است چون از بدبختی‌هایش بلند شد و یکی از شهروندان پیشروی دمشق شد. آیا تو نبیره او از خونه او نیستی؟ آیا آنقدر مرد شد که با واقعیات روبرو شوی یا ترجیح می‌دهی در سایه توهمات غلط زندگی کنی؟ هدنگل کمی روی زین جا بجا شد. به صدای تحت فشار شدید احساسی پاسخ داد. پدر بزرگم را همه دوست داشتند. کارهای خوبش بیشمار بود. آیا وقتی که قحطی شده بود از مصر گندم نخرید و به کاروانش آن را به دمشق آورد و بین مردم پخش نکرد تا از گرسنگی نمیرند؟ حالا تو میگویی که او برده حقیر در بابل بود؟ اگر برده در بابل باقی میمون میشد به او گفت حقیر، ولی وقتی با تلاش‌های خودش مرد بزرگ در دمشق شد، خدا البته بدبختی‌هایش را به پایان رساند و او را شامل رحمت خود کرد. شرونده پاسخ داد. شرونده ادامه داد. بعد از این به من گفت برده بوده و گفت که چقدر مشتاق است که آزادیش را بخرد. حالا که پولی کافی برای خرید آزادیش داشت، دودیله بود که چیکار کند. دیگر فروش‌های خوبی نداشت و می‌ترسید که از حمایت اربابش خارج شود. بعد دودیلگیش اعتراض کردم.
بیش از این به اربابت نچسب. دوباره از احساس یک انسانی آزاد بودن لذت ببرم. مثل یک مردی آزاد رفتار کن و مثل یک مردی آزاد موفق شو. تصمیم و انجام چیزهایی که آرزو داری بگیر و کار کردن کمکت میکنه تا به دستشان بیاوری. او به راهش ادامه داد و گفت خوشحال است که از بزدلیش خجالت زده‌اش کردم. یک روز که دوباره به بیرون دروازه رفته بودم، از جمعیتی که آنجا جمع شده بودند متعجب شدم. وقتی از یک نفر دلیل شلوغی را پرسیدم، پاسخ داد آیا نشنیده اید؟ برده فیراریک، یکی از سربازان گارد شاه را کشته بود، محاکمه شده و قرار شده با خاطر گناهش کشته شود. خود شاه هم امروز می آید. ازدحام جمعیت دور محل اعدام آنقدر زیاد بود که ترسیدم پیش بروم و طبقه تارتای عسلیم برگردد. از دیوار نیمه ساخته بالا رفتم تا بتوانم از روی سری مردم ببینم. خوش اقبال بودم و توانستم نبوکنده سرا در ارباب طلاییش ببینم. تا آن لحظه چنان شکوه را ندیده بودم، چنان لباسا و آویزه ها از پارچه های طلا دوز و محمل. نمیتوانستم صحنه این معجزه را ببینم، ولی فریادهای دلخراشی برده بدبخت را میشنیدم. متعجب بودم که چطور شخصی اصیل مثل شاهی با شکوه ما میتواند چنین صحنه‌های زجر آور را تحمل کند. تازه دیدم که با اطرافیانش شوخی میکرد و میخندید. فهمیدم که او بی‌رحم است و فهمیدم که چرا همچون کارهای غیر انسانی در مقابل برده‌های سازنده دیوار انجام میشود. بعد از اینکه برده کشته شد، بدنش با طنابی که به پایش بسته شده بود از میله آویزان شد تا همه بتوانند ببینند. وقتی انبوه جمعیت کمتر شد، پیش رفتم. سینه پرمو و خالکوب شده، مار بزرگ با هم پیچیده شده، او دزد دریایی بود. دفعه بعد که ارد گوله دیدم، او مردی متفاوت بود. با شور و شوق با من برخورد کرد. ببین، برده‌ای که میشناختی اکنون یک مردی آزاد است. جادوی در حرفای تو بود. حالا همه فروش و سودهایم به افزایش است. همسرم خیلی خوشحال است. او زنی آزاد بود. غم و خشی اربابم بود. او آرزو دارد که به شهر دیگری برویم، جایی که کسی نداند من زمان برده بودم، تا فرزندانمان به خاطر بدبختی های پدرشان سرزنش نشوند. کار بهترین دوستی من شده. به من کمک کرده که بتوانم اعتماد به نفسم را دوباره به دست بیاورم و مهارتم را به کار فروش بیشتر کنم. خوشحال بودم که توانسته بودم هرچند خیلی کوچک به خاطر اعتماد به نفسی که روزی به من داده بود کمکش کنم. یک روز شام سواستی با اضطراب زیاد پیش من آمد. ارباب با دردسر افتاده، برایش نگرانم. چند ماه پیش مقدار پول در شهر بندی باخت. به کشاورز برای گندم و عسل پول پرداخت نکرده است. پول وام دهنده را هم پرداخت نکرده. آنها عصبانی هستند و او را تهدید کردند. چرا ما باید نگران رفتاری احمقانه او باشیم؟ ما که نگهبان او نیستیم. با به فکری جواب دادم. پسرک احمق، چرا نمیفهمی؟ او تو را به عنوان وثیقه برای گرفتن وام به وام دهنده معرفی کرده است. از لحاظ قانونی او میتواند تو را بردارد و بفروشد. نمیدانم چی کار کنم. او ارباب خوبی بود. چرا همچون مصیبت به او رسید؟ دلواپسی سواستی بی دلیل نبود. وقتی فردا صبح نان میپختم، وام دهنده با مرد به نام ساسی آمد. او نگاه به من انداخت و گفت میتوانم. وام دهنده حتی منتظر اربابم نایستاد تا برگردد. او به سواستی گفت که به ارباب بگوید که مرا با خود میبرد. فقط لباسی کشاد به تن داشتم و همیان پولم را محکم به کمربندم بسته بودم. از سری آشپزی برده شدم. از تمام آرزوهای زیبایم دور می شدم. مثل طوفانی بود که درختان را از جنگل می کند و تبدیل به یک دریای پرموج می شود. دوباره یک قمارخانه و مشروب زیاد برای من درد سر درست کرده بود. ساسی مردی بد اخلاق و دغل بود. همین طور که در شهر مرا این سو و آن سو می برد، از خوب کار کردنم برای نانا نعید برای او تعریف کردم و گفتم که امیدوارم بتوانم برای او نیز خوب کار کنم. پاسخی او اصلا امیدوار کننده نبود. من کار را دوست ندارم. اربابم همین طور. پادشاه با گفته که مرا بفرستد تا قسمتی از کانال بزرگ را بسازم. ارباب من گفت تا برده های بیشتری بخرم، سخت کار کنیم و سریعتر تمامش کنیم. آخر چی طور می شود کاری بزرگی را سریع انجام داد؟ بیابان به هیچ درخت، فقط بوته های کوتاه و آفتابی چنان سوزان که آبی درونی باجگاهمان را چنان داغ میکرد که به سختی می توانستیم آن را بنوشیم. بعد صفحه های از مردان که از صبح تا شب به درونی چخوری ها می رفتند و سبد های سنگین سنگریزه های نرم را بیرون می آوردند. غذا در ظرف های درباز به ما
پیشکش میشد و ما مثل گراز روی آن میافتادیم. هیچ چادر و خیمه نداشتیم و هیچ زراندازی برای خواب. این شرایطی بود که من خود را در آن یافتم. همیان پولم را در مکانی امن در بازار در یک چخوری پنهان کرده بودم. امیدی نداشتم که دوباره بتوانم سراغ آن بروم. ابتدا به اشتیاقی زیادی کار میکردم، ولی پس از گذشت چند ماه احساس کردم روحیم خیلی تنگ شده. گرمی شدید بدنی هستم را تبدار کرده بود. اشتهایم را از دست داده بودم و به سختی میتوانستم گوشت و سبزیجات بخورم. شبها را هم تا صبح در شب بیداری ناراحت کننده به سر میبردم. در بیچارگی خودم به این نتیجه رسیده بودم که زبدة بهترین کار را انجام داده و شانه خالی کرده و بدنش را از خورده شدن نجات داده. بعد آخرین صحنه را که از او دیده بودم یادم آمد و عقیده‌ام می‌بست شد. او بهترین کار را نکرد. یادی دزدی دریایی و تندخویش افتادم و گفتم شاید جنگیدن و کشتن راه خوبه باشد، ولی خاطره بدنی غرق در خون او یادم انداخت که کار او نیز کاری عاقلانه نبود. سپس آخرین ملاقاتم با میگدا یادم آمد. دستانش از کاری زیاد آویله زده بود و قلبش روشن بود و خوشحالی در چهرهش موج میزد. برنامه او بهترین برنامه بود. تازه من توانستم با اشتیاقی او کار کنم، ولی او این قدرت را نداشت که به اندازه من سخت کار کند. چرا کار کردنم برایم شادی و موفقیت نآورد؟ آیا این کار بود که برای مگیدا شادی می آورد یا واقعا شادی و موفقیت در اختیار خدا بود؟ آیا مجبور بودم که تا آخری عمرم کار کنم و هیچ دستاورد و شادی و موفقیتی نداشته باشم؟ همین سوالها در ذهنم بالا و پایین می رفت و من هیچ جوابی برایش نداشتم. در واقع کاملا حیران شده بودم. چندین روز بعد در حالی که طاقتم طاق و تحملم تمام شده بود و هنوز برای سوالهایم جوابی نداشتم، ساسی کسی را به دنبالم فرستاد. یک فرستاده از سوی اربابم اومده بود که مرا به بابیل برگردانند. همیان ورزشم را از جایی که پنهانش کرده بودم برداشتم، باقی مانده لباسهای پاره پارم را پوشیدم و راه رفتم. همانطور که می رفتم فکری طوفانی که مرا بلند می کند و بلندتر و درستتر می اندازد و بلندتر و دوردستتر می اندازد در ذهن بیقرارم تاخت و تاز می کرد. یادی آن سرودی قدیمی شهر خودم هارون افتادم. مثل گرباد او را احاطه می کند، مثل طوفان او را به این سو و آن سو می برد، طوری که هیچ کس از او تردیدی نیابد و هیچ کس نمی تواند سرنوشتش را پیش بینی کند. آیا محکوم بودم به خاطر چیزی که نمی توانستم تا ابد مجازات شوم؟ چه بدبختی ها و ناامیدی های دیگری در انتظارم بود. وقتی به حوله اربابم رسیدم تعجبم از دیدن اردگل که منتظرم بود غیر قابل وصف بود. کمکم کرد که پیاده شوم و مثل برادری که پس از سالها برادرش را دیده مرا در آغوش گرفت. وقتی راه می رفتیم پشت سری او راه می رفتم، همان طوری که برده ها باید اربابشان را همراهی کنند، ولی اون نگذاشت که من به این کار ادامه دهم. او دستش را روی شانه های من گذاشت و گفت من همه جا را دنبال تو گشتم. وقتی که ناامید شده بودم سواستی را دیدم و از او نشانه وام دهنده را که تو را از اربابت گرفته بود به من داد. او خیلی با من معامله کرد و پول ظالمانه از من گرفت، ولی تو ارزشش را داری. حرفا و تشویق‌های تو باعث این موفقیت جدید در زندگی من شد. حرفای مگیدا، نه حرفای من گپش را بریدم. حرفای مگیدا و تو، از هر دوی شما ممنونم. ما به دمشق می رویم و من به تو برای شراکت نیاز دارم. ببین در یک لحظه آزاد می شوی. این را گفت و لحظه‌ای را که حکمی بردگی من روی آن نوشته شده بود را از زیر لباسش درآورد. آن را بالای سرش برد و چنان به سنگ فرش کوبید که 100 تیکه شد. چنان با خوشحالی آنها را به پا کوبید که تبدیل به خاک شدند. اشک و شفق از چشمانم سرازیر شد. میدانستم که خوش اقبال ترین مردی بابل هستم. میدانی کار در دوران بدبختی هایم ثابت کرد که بهترین دوستی من است. اشتیاقی من برای کار کردن مرا قادر کرد تا از فروخته شدن برای کار کردن در ساختن دیوارها جان سالم به در ببرم. همچنین آنقدر پدر بزرگت را تحت تاثیر قرار داد که مرا به عنوان شریک خودش انتخاب کرد. بعد هدنگل پرسید آیا کار کردن کلید رازی پدر بزرگم در رسیدن به تنگه‌های طلا بود؟ این تنها کلید او بود. وقتی که من با او آشنا شدم شرانده پاسخ داد پدر بزرگت از کار کردن لذت می برد. خدا از تلاشش قدردانی کرد و به او پاداش عادلانه داد. بله می بینم. هدنگل متفکرانه حرف می زد. کار دوستان زیاده برای آورده بود. دوستانی که صنعت موفقیت آمیزی او را تحسین می کردن. کار با او تمام عزت و اکرام را آورد که در دمشق او را احاطه کرده بود.
کار همه چیز برایش ساخته بود و من فکر میکردم که کار فقط برای برده ها ساخته شده است. شهرونده گفت دنیا سرشار از لذت ها برای افراد است. هر کدام جای خود را دارد. من خوشحالم که کار کردن فقط خاص برده ها نیست. اگر این طور بود من از بزرگترین لذتم محروم می شدم. من از چیزهای زیاد لذت می برم ولی هیچ کدام جای کار را نمی گیرد. شهرونده و حدنگل در سایه دیوارها به سمت دروازه‌های بزرگی برنجی بابل می رفتند. وقتی که نزدیک شدند نگهبانها برخاستند و با احترام کامل با این شهروندان محترم برخورد کردند. با سری بلند و با افتخار شهرونده در سری کاروان بزرگ از دروازه ها وارد شد و به سمت خیابان های شهر رفت. من همیشه آرزو داشتم که مرد مثلی پدر بزرگم شوم. حدنگل آرام به شهرونده گفت، ولی تو کنون نفهمیده بودم که او چگونه انسانی بود. تو این را به من فهماندی. حالا که فهمیدم بیش از پیش او را تحسین میکنم و تصمیم برای سرمشق گرفتن از او چند برابر شده. نمیدانم که آیا میتوانم لطفت را برای آگاه کردنم جبران کنم یا نه. از این روز به بعد من هم روی او را ادامه میدهم. باید از فروتنی و خشوع شروع کنم، همون طور که شروع کرد. این برای من خیلی از جواهرات و لباسهای گرانبها مناسب تر است. اینها را میگفت و گوشواره ها را از گوش و حلقه ها را از انگشتانش خارج میکرد. سپس افساری اسب را کشید و با احترام کامل کمی عقب‌تر از فرماندهی کاروان برای خود ادامه داد.